يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان تو نیز از اهل قرآن باش. والريحان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به وسیله این کتاب ملت‌های را بالا میبرد و ملت‌های دیگری را به ذلت و خواری میکشاند. روایت مسلم. چون حضرت عمر خداوند از او راضی بود نقل کننده این حدیث است، حاضر سبب نقل شدن این حدیث را می‌بینیم. حضرت عمر خداوند از او راضی بود وقتی که با والی مکه واخوردند از او پرسیدند وقتی که تو به سفر برآمدی به جای خود کی را در مکه راهبر ماندی؟ او گفت ابن ابزه را ماندم. عمر خداوند از او راضی بود پرسید او کیست؟ گفت یک مولا است، یعنی غلام آزاد شده. عمر خداوند از او راضی بود گفت برای چی یک مولا را راهبری مکه ماندی؟ او گفت برای آنه که او عالم قرآن و عالم علم فرائض است. بعد حضرت عمر خداوند از او راضی بود این حدیث را نقل کرد. ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث میگوید خداوند درجه مؤمن عالم را نسبت به درجه مؤمنی که عالم نیست بلند میبردارد. یعنی وجود همین کتاب که قرآن است سبب می شود که بعض انسانها به سبب عمل کردن و خواندن این قرآن درجهشان بالا برداشته می شود. چقدر که انسان به قرآن چنگ می زند و آن را می آموزد و در حیات عملی می کند همان قدر درجهش بالا برداشته می شود و چقدر که انسان از قرآن دوری می جوید آن را پشت سر خود می گذارد و به آن اعتبار نمی دهد درجهش پست می شود تا به ذلت و خواری می رسد. ملا علی قاری رحمه الله می گوید که اکثر علماهای گذشته که از غیر عرب بودند با سبب همین کتاب آنها پیشوای امت گشتند و چشمه از چشمه های رحمت شدند و اینچنین بودند شخصانی که نسبه هایشان بلند بود لیکن عالم نبودند نامهایشان فراموش شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهل قرآن را در همه کار پیش می گذاشتند. حتی وقتی که بعد از جنگ شهیدان را دفن می کردند از صحابگان می پرسیدند کدامی از آنها قرآن را بسیارتر می دانست و آن شخصی که قرآن را بسیارتر می دانست اول آن را دفن می کردند و این چنین حق ایمان شدن در نماز را به آن شخصانی می دادند که قرآن را بسیارتر می دانستند. خلاصه خداوند مهربان درجه شخصانی که پایبند قرآن هستند به قرآن عمل می کنند آن را آموخته به دیگران می آموزانند دیگران را تشویق می دهند به آموختن قرآن درجه این شخصان را به بالا می بردارد و شخصانی را که اهمیت به قرآن نمی دهند قرآن را پشت سر خود می گذارند به قرآن عمل نمی کنند آن را آموخته نمی خواهند آن را نمی آموزانند درجه اینها را به پستی می برد تا جای می رسد که به ذلت و خواری گرفتار می شوند. پس برادر و خواهر عزیزم قرآن را راهنمای خود قرار ده تا درجه تو را به بالا ببرد تا آن جایی که برسد که الله سبحانه و تعالی از تو راضی باشد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.